یه سوالی که بیشتر از طرف آقایون زیاد پرسیده میشه این که رابطه جنسی چقدر طول بکشه نرماله؟ آیا اصلا زمانی مناسب برای رابطه جنسی وجود داره؟ اگه وجود داره چقدره؟ تو این ویدیو میخوام در مورد این مسئله که دغدغه خیلی از شماها صحبت کنم. سلام، من سوگند نتاج هستم، ماما و سکسولوژیست. اگه از مطالب این کانال خوشت میاد کانال رو سابسکرایب کن و اگه سوالی در این مورد داری این آیدی اینستاگرامم پیام بذار. تو این دوره مدرن ما خیلی از زوجین به دنبال رابطه‌ای بهتر و با کیفیت بالاتر هستن و براشون یه مسئله مهمی شده که طول مدت رابطه رو زیاد کنن و فکر میکنن برای اینکه به اندازه کافی خوب باشن و طرف مقابل ازشون راضی باشه باید طول مدت رابطهشون بیشتر باشه. اصلا به مرد میگن مرد که بتونه 1 تا 2 ساعت خودش رو کنترل کنه و در غیر این صورت اسمش رو نمیشه مرد گذاشت. ببینید اگه بخوای یک تعریف درستی از سکس بگی و یه چارچوب براش بذاری این مسئله خودش یه فشار روحی روانی و یه آثار مخربی روتون وارد میکنه، در صورتی که توی دنیای واقعی ما هیچ چارچوب و هیچ مدت زمانی برای طول مدت رابطه جنسی وجود نداره، چون اصلا هیچ 2 نفری مثل هم سکس نمیکنن. پس اگه بخوایم یه زمان مناسب براش طی کنیم کاملا اشتباهه. اصولا رابطه جنسی نرماله که شما و پارتنرتون لذت ببرید و به ارگاسم برسید. تا زمانی که 2 نفر لذت میبرن هیچ کس نمیتونه بگه که این طول مدتش کوتاهه یا طول مدت رابطه زیاده. قبل از هر چیزی باید بگم که طول مدت رابطه جنسی منظور دخوله و به پیشنوازی و معاشقه قبلش نیست. و این زمان دخول خودش به عوامل تغذیه، اینکه کجا زندگی میکنی، به استرس قبل و حین رابطه و اینکه حتی سن شما هم تاثیرگذار هست روی زمان دخول، چرا که افرادی که سنشون کمتره دچار زود انزالی و افرادی که سنشون بیشتر دچار اختلال نوروز هستن که تو این پست به طور کامل در مورد اختلال نوروز توضیح دادم. در مورد زود انزالی هم یه سری تکنیک‌ها وجود داره برای کنترل این مشکل زمانی که دچار زود انزالی میشید. یکی از این تکنیک‌ها برای کنترل این مشکل اینه که زمانی که دچار انزال شدید از خودتون یا از پارتنرتون بخواید که سر آلت رو نگه داره. این باعث میشه انزال اتفاق نیفته و مدت زمان رابطه جنسی طولانی‌تر بشه. یه روش دیگه برای کنترل این وضعیت متوقف کردنه، یعنی هر زمانی که دچار انزال شدید ارتباط رو متوقف کنید، حالا تحریکات رو متوقف کنید و پوزیشن رو تغییر بدید. روش دیگه عضلات کگل هستش، یعنی عضلات کف لگن رو منقبض و منبسط می‌کنید. 3 تا 5 ثانیه کف لگن رو منقبض می‌کنید و 3 تا 5 ثانیه هم رها می‌کنید. برای اینکه بخوای این عضلات رو بشناسید، زمانی که ادرارتون رو متوقف می‌کنید می‌تونید عضلات کف لگن رو بشناسید. یه عامل دیگه برای کنترل این مسئله این که استفاده از لیدوکائینه. در واقع کاندوم‌های تأخیری هم خودشون حاوی لیدوکائین هستن. به طور کلی یه لذت 2 طرفه است بین شما و پارتنرتون و اولین کاری که باید انجام بدید اینه که صحبت کنید و با همدیگه ارتباط بگیرید. اینکه چه چیزایی شما رو برانگیخته میکنه و با چه پوزیشن هایی شما لذت بیشتری میبرید و سعی کنید این پوزیشن ها رو حتما انجام بدید و اینکه حتما از پارتنرتون بپرسید که چه زمانی رو دوست داره، چون خیلی از خانم‌ها هستن که مدت زمان طولانی رابطه جنسی براشون عذاب آوره و بسیار سختشونه. پس حتما در این مورد ازشون بپرسید، از علایق جنسیشون بپرسید، چون هیچ 2 نفری مثل هم نیستن و هیچ کدوم از پارتنرتون رو با هم مقایسه نکنید. حالا بریم سراغ یه سری اعداد و ارقام که طی تحقیقاتی که سکس تراپیست‌ها انجام دادن به دست اومده. قبلش این پست رو لایک کن و اگه سوالی داری برام کامنت کن. زمان بین 1 تا 2 دقیقه رو خیلی کوتاه در نظر گرفتن. زمان 20 تا 30 دقیقه رو خیلی طولانی در نظر گرفتن. بین 3 تا 7 دقیقه رو کافی در نظر گرفتن و بین 7 تا 13 دقیقه رو مطلوب در نظر گرفتن. تو این مطالعه که انجام دادن تمرکزشون روی دخول بود و کاری به معاشقه و پیشنوازی قبلش نداشتن و متوسط تایمی که تونستن بهش برسن چیزی هولوش 9 دقیقه بوده. سعی کنید به مدت 1 ماه تایم بذارید و بتونید این فاصله رو اندازه‌گیری کنید. و برای آخرین بار هم میگم اینکه مدت رابطتون به خودتون بستگی داره و هیچ زمان مناسب تعیین شده‌ای وجود نداره، چون عوامل زیادی وجود داره که روی این زمان دخول تأثیر میذاره. پس خودتون رو درگیر اعداد و ارقام نکنید و چیزی که مهمه فقط رضایت طرفینه که تو این رابطه مهمه و رضایت طرفین چیزی نیست جز حس خوب بینشون و پاسخ دادن به نیازهای جنسیشون.